آوردند که شخصی الاغ قشنگی جهت حاکم کوفه تحفه آورده بود. حاضرین مجلس به تعریف و توصیف الاغ پرداختند. یکی از حاضرین برای مزاح گفت: من حاضرم به این الاغ قشنگ خواندن بیاموزم. حاکم از شنیدن این سخن از کوره در رفت و به آن مرد گفت: فی الحال که این سخن را میگویی باید از عهده آن برآیی و چنانچه به این الاغ خواندن آموختی به تو جایزه بزرگی میدهم، ولی چنانچه از عهده آن بر نیامدی دستور میدهم تا تو را بکشند. آن مرد از مزاح خود پشیمان شده ناچارن فرصتی خواست. حاکم نیز برای این کار به وی 10 روز فرصت داد. مرد الاغ را برداشت و به خانه آورد. حیران و سرگردان بود و نمیدانست این کار به کجا خواهد رسید. لاعلاج به بازار رفت. در بین راه بهلول را دید و چون سابقه آشنایی با او داشت دست به دامان او زد و قضیه مجلس حاکم و الاغ را بر وی تعریف نمود. بهلول گفت: غم مخور که این کار از دست من برمی آید و هر دستوری که به تو می دهم عمل نما. پس به او دستور داد تا 1 روز تمام به الاغ غذا ندهد و سپس در بین صفحات کتابی برای الاغ جو گذارد و کتاب را جلوی الاغ ورق بزند. الاغ چون گرسنه است با زبان جوهای صفحات کتاب را برداشته و می‌خورد و گفت این عمل را هر روز به همین نحو تکرار نما. روز 10 او را گرسنه نگه دار و وقتی که به مجلس حاکم رفتی همان کتاب را نیز با الاغ به نزد حاکم ببر. آن روز دیگر بین صفحات کتاب جو نگذار و آن کتاب را در حضور حاکم جلوی الاغ قرار بده. آن مرد به همین نحو عمل نمود و چون روز موعود فرا رسید الاغ را برداشته با کتاب به نزد حاکم برد. در حضور حاکم و جمعی از دوستانش کتاب را جلوی الاغ گذاشت. الاغ بیچاره چون گرسنه بود به عادت روزهای قبل که فکر می‌کرد بین صفحات کتاب جو می‌باشد شروع به ورق زدن کتاب نمود و چون به صفحه آخر رسید و دید که جو بین صفحات نیست بنای عرعر نمود و بدین وسیله خواست بفهماند که گرسنه است. و حاضرین مجلس و حاکم که نمی‌دانستند چه ابتکاری در این عمل است باور نمودند که در حقیقت الاغ می‌خواهد کتاب بخواند و همه در این کار متعجب بودند. ناچار حاکم بر عهد خود وفا نمود و انعام قابل توجهی به آن مرد داد.